همه ساعت 10 شب پشت پنجره ها. همه خواهش میکنم بیان پشت پنجره ها ساعت 10 شب. یه نفر خواهش میکنم اضافه شه. سلام. فران میشه از پنجره اتاقت بیرون رو به من نشون بدی؟ الان دارم. خب من الان دقیقاً وسط تصویر دارم یه پنجره میبینم که یه پرده کرکره‌ای روشه. سایه اون پرده افتاده رو پنجره. بالای قاب یه نقطه خیلی ریز نارنجی میبینم. خیلی تاریکه و هوا خیلی سرده. میشه به من بگی که من دیگه چیا نمیبینم؟ آره، این پایین یه دونه خونه ویلایی هست، خیلی خوشگله، درخت داره. آسمون هم فکر کنم نمیتونی ببینی، ابرار و ستاره ها رو. بعد یه سوپرمارکت این پایین هست، یه انبار کتاب هست و یه سری ماشین این پایین هستن. یه آموزشگاه زبان هست، یک چراغ چشمک زن راهنمایی رانندگی و یه تابلوی ورود ممنوع. خب الان من دارم زیر اون پنجره چراغ راهنمایی رانندگی رو میبینم که داره چشمک میزنه. این پنجره انبار کتابه. یه ماشین سمت چپ این خونه پارکه. آسمون ابریه، ستاره ها معلوم نیستن. این پنجره خونه ویلایی خوشگلیه که یه سری درخت سبز توشه. من دقیقاً پشت این ساختمونم، وایسادم پشت پنجره و دارم نگاه میکنم. یه چیزی تو دستمه. تو منو میبینی؟ آره، من میبینمت. ساعت 10 شب به وقت تهران پشت پنجره ها. از این جایی که من وایسادم کل شهر معلومه. اون تحت دارم مترو رو میبینم که تو ایستگاه متوقف شده. مسافرها اومدن بیرون، هجوم آوردن سمت گیتا شکسته. نور چراغ راهنمایی رانندگی داره چشمک میزنه و میخوره تو چشم. یه خیابون سمت راست متروه که یه زیرگذر داره. اون بغل یه سری تاکسی پارکه. یه سری دارن سوار تاکسی ها میشن. تابلوهای آموزشگاه زبان و دفتر اسناد رسمی و سوپرنون کاظمی و بانک صادرات رو دارم میبینم که افتاده کف خیابونا. یه جره ثقیل داره از روشون رد میشه. سمت راست یه کوهه. زیر اون کوه یه سری خونه است. نور اون خونه ها داره میخوره تو چشم. دقیقاً همین جایی که وایسادم پایینش یه سری درخت سبزه. روبروی من یه خونه است که یه منبع آب روشه. سمت چپش یه سری پنجره تک و توک روشنن. یه سری نرده طبقه اول رو ایمن‌تر کرده. من دارم شما رو میبینم که دارید میایین سمت پنجره. من دارم ملیه رو میبینم. من دارم آزاده گنجه رو میبینم. من دارم سهیل رو میبینم.
من دارم مینا رو میبینم، شیما رو میبینم، هانی رو میبینم، مجید رو میبینم، مهدیا رو میبینم، فرشته رو میبینم، مریم رو میبینم، مهدی رو میبینم، نرگس رو میبینم، شیدا رو میبینم، هدیه رو میبینم، هما رو میبینم. همتون پشت پنجره هن. میشه اگه من هنوز چیزی ندیدم به هم بگید؟ همین زیر تو همین کامنت ها. چیزایی که من ندیدم و به هم بگید. من ازتون میخوام که توی کامنت ها اینو به هم بگید. اینجا روزه 10 صبح. من 10 شب رو عوض میکنم، 10 صبح رو میذارم جاش. تاب بچه همسایه توی حیاط توی اون یکی ساختمون است، تو ساختمون بلند زیر در ورودی. یه مردی اون ته تو بیابون داره میدوه، دستاش خونیه. اون داره میدوه سمت تابلو بانک صادرات. هوا تاریکه اما من فکر میکنم که نور خورشید داره چشمو میزنه. من اینجا یه سری خار دارم که تو بالکن چیدم. علی رو دارن میبرن. اونجا دارم میبینمش زیر کوه. داره داد میزنه و میبرنش. یه سطل آشغال وسط خیابون ما افتاده. راهو بند کرده. یه ویلچر بالای منبع آبه. شکسته است. یه پله دقیقاً از سمت پنجره من به خیابون وصله. دود کل کوچه رو گرفته. اون دور زندان رجایی شهر معلومه. یه زنی توی خونه روبرویی داره فکر میکنه. یه پسری توی بیابون روبرویی با پیرن خونی وایساده منتظر یکی که بره تابلو بانک صادرات رو بندازه وسط زمین. یکی داره تو خیابون رد میشه گرسنش. الان ساعت 10 شب به وقت تهران. من پشت پنجره وایسادم. یه چیزی گرفتم دستم. منو میبینید؟ اگه کسی منو میبینه جوین شه. اگه کسی از پنجره خونش داره منو میبینه جوین شه. هدیه بدرود. منو میبینی؟ من اضافت کردم. ازت میخوام که منو نشون بدی. اونجا بودی پشت این درخته توی اون روشنی و دویدی رفتی. الان دیگه نمیبینمت. احتمالا الان رسیدی توی خونه که یکی از این خونه هاست. یعنی الان شاید تو آسانسور باشی. احتمالا طبقه دوم خونته که چراغش خاموشه و الان روشنش میکنی. میری خونه. کسی دیگه هست که منو ببینه؟